باشه، مسئله خاصی باشه، در خدمت عزیزان هستم و جواب میدم. یک صفحه دیگه هنوز مونده. آلبوم هیچ آیا کارهای پست مدرن و مینیمالیستی داره؟ بله، قسمت اعظم کارهای هیچ پست مدرنه. مینیمالیستی شدن کارها بستگی به تنظیم داره. ما چند تا کار هست که فکر میکنیم بتونیم مینیمالیستی انجامشون بدیم، ولی یعنی در حد پیانو مثلا یا با گیتار باشن، اما هنوز نمیدونیم، به خاطر اینکه ما هنوز به بحث تنظیم تو کارها نرسیدیم. ولی خب طبیعیه. آلبوم هیچ با جرئت میتونم بگم به صورت سیستماتیک اولین آلبوم پست مدرن ایرانی با زبان فارسی در موسیقی فارسی ایرانی خواهد بود و باید بشنوید. چیز بیشتری نمیتونم بهتون بگم در رابطه با سبکش. هم بازم به همین جور این سبک رو در ایران با جرئت میتونم بگم که شاید نشنیدن، اصلا اسمش هم تا حالا نشنیدن. 5% شاید از کسانی که تو ایران هستن شنیدن. اما موسیقی دانها و موزیکرهای ایرانی، بچه‌هایی که راک کار کردن، بچه‌هایی که سبک‌های مختلف رو میشناسن، خب طبیعیه که میشناسن این سبک رو. آیا تو به مبارزه برای آزادی از ته دلت اعتقاد داری؟ قاعدتا باید اینجور باشه. من تا حالا در مورد چیزی صحبت نکردم که بهش اعتقاد نداشته باشم، اما آزادی مفهوم کلیه. جای گفتم من که ما واقعا اگه قرار باشه آزاد بشیم، فقط مسئله ما آزادی از یک سیستم سیاسی نیست. این سیستم سیاسی میاد میره، بارها پیش از اینم اومد و رفت، اما ما درگیر خیلی چیزای دیگه بودیم، اونها سخته. من اتفاقا اصلا فکر نمی کنم که در واقع تغییر یک نظام سیاسی کار خیلی مشکلی باشه. نه، این اتفاق تو خیلی جای دیگه افتاد. خیلی از دیکتاتورها بودن و رفتن، اما تغییر یک ملت سخته. شما الان تو افغانستان و عراق ببینید، حکومتشون عوض شده، اما چقدر افغانی ها، چقدر اون سیستم فرهنگ افغانی ها، چقدر اون سیستمی که در فرهنگ عراق بوده عوض شده. در رابطه با ایران هم بازن همین جوره. اگه ما قرار باشه مثلا این سیستم بره و ما باز هم درگیر همون داستان هایی که در داخل روزانه شما شاهدش هستید باشیم، خب طبیعیه که وقت بیشتری نیاز داریم. ما کار فرهنگی نیاز داریم، ما تغییرات فرهنگی بنیادی احتیاج داریم. ما هنوز ما سوال اصلا شما تصور کنید از بین همین 300 تا 400 تا سوال، من بعضی موقع واقعا حسرت میخورم که دلم هم میسوزه که چرا یک ملت رو اینقدر باید تحت فشار قرار بدی که اینها هنوز بدیهی ترین سوال ها براشون سواله و هیچ چیز تفکیک نشده از هم دیگه. مسائل از هم دیگه تفکیک نشده. یک چیزهایی که اصلا در واقع جزوی از زندگی نیست دیگه. غربی ها زندگی رو یک جوری دیگه دارن میفهمن. اینا الان بحثشون بحث کاره، بحثشون بحث علم، نمیدونم اشتغال زایی و نمیدونم فنیه بحث اینها. ما هنوز درگیر یک ببخشید واقعا خزعبلاتی هستیم که باید بهش جواب بدیم دیگه. و شما از اون چیزهایی که برای یک ملت جالبه اگه دقت بکنید میتونید بفهمید که چقدر مشکل فرهنگی داره. من نمیخوام سخنرانی بکنم، ولی به هر حال داستان خیلی زیاده. خوندم به زبان انگلیسی تصمیم داشتم، اما فعلا لغو شد، به این دلیل که ترجیح میدم که فارسی بخونم درست ولی انگلیسی غلط و یا خنده‌دار. شما موج سبزی هستین؟ نه، بنده خیلی هم خاکستری هم و به همه رنگ های احترام میذارم، اون رنگ خودم دارم. هیچ وقتم نه پشت هیچ کاندیدای خاصی بودم، من تنها پشت کسانی بودم که کشته شدن، یا کسانی که الان توی بند هستن، یا کسانی که اومدن تو خیابون فریاد زدن. ما اینها فقط، وگرنه نسبت به هیچ فرد و شخص سیاسی ارادت ندارم و نظر خاصی هم ندارم. نظری در واقع. شما نماز میخونی، خب این دیگه از اون سوالاییه که یه دوستی سوال کردن، سوال که چه عرض کنم، در واقع اخطار کردن به ما
در رابطه با توی برنامه سکو مثل که من دستم که روی مبل بود این ساعت همین که الان میبینید اینجا گفتم تبلیغ ساعت کردی ازت ناامید شدیم فلان. اولا اینکه این ساعت بدبخت ما یک ساعت بی‌نام و نشانه که من فکر میکنم که اینو 30-40 یورو خریدم میشه. الان دیگه 30-40 هزار تومان تو ایران نباید گرون باشه. همیشه هم پوزشو میدیم که هم عقربه داره هم کامپیوتری. از این چراغا هم داره که تو شب روشن میشه. این تنها چیزی به این گیر میدی آخه. پس قصه درست نکنید. تبلیغ. اما با این حال جا داره من از برنامه سکوی یادی بکنم. از معدود برنامه ها و مصاحبه هایی که بود با من که خیلی پر جالب بود. یعنی برنامه ای بود که میدونست و میفهمید سانسور با ادیت فرق میکنه. کسانی که برنامه سکو رو در تلویزیون من و تو درست کردن چون موزیکر هستن این شعور رو داشتند که صحبت‌های شخصی مثل منو باید ادیت کرد نه سانسور. متاسفانه ما جای دیگه صحبت اینجوری کردیم، یعنی برنامه‌ای که لایو نبوده، زنده نبوده، ولی سانسور کردن ما. و اینجاست که میگیم وقتی حقوق بشر بازی و استراتژی بود دیگه اون موقع چه انتظاریه واقعا؟ ما چطور به خودمون جرأت میدیم بیایم به جمهوری اسلامی ایراد بگیریم؟ ما تو یک مملکت آزاد، تو یک تلویزیون آزاد داریم سانسور میکنیم. هیچ چیزی برای حداقل برای شخصی مثل من قابل پذیرش نیست به عنوان سانسور. یا یه بی اخلاقی های دیگه که تو مثلا بدون اجازه بدون هماهنگی بیای آهنگ فلانی رو بگیری استفاده بکنی. چه فکری کردی مثلا؟ چه فکری میکنه اون دوست عزیز؟ این رسپکت ها، این احترام گذاشتن ها، این در واقع حرفه‌ای بودن رو برنامه سکو داشت. چه تیزی بودن. بله. و تبریک میگم بهشون. یک دوست دیگه بازم اینا همش دیگه انتقاده به من. چرا توی کنسرت ها میرقصی؟ بنده نرقصیدم و بلند این آقا میرقصی. رقص هیپ هاپ. مگه از درد گفتن رقص داره؟ این میگم تفکیک نشدن ها و نفهمیدن هاست. این یعنی اینکه شما هنوز نمیدونی رقص یعنی چی. شما مگه میشه من برای یک بار، برای اولین بار بود از نزدیک رقص شاهرخ مشکین قلم رو میدیدم و گریه کردم. وقتی کمر رو میچرخید با 6 و 8 پا چرخوندیم همه رو با ریتم هیپ میچرخیدن و چشا پره، چشاشون پر اشک میشد. رپ درد. بله. شما این رقص رو نمیدونی داستانش چی. در نتیجه رقص، تصور شما از رقص این نباشه که حالا مثلا همین که دور هم بشن. بعدم یه مسئله هم هستش توی کنسرت ها وقتی 300-400 نفر جمعیت اومدن و اومدن حالا تو کنسرت، یه عده اومدن واقعا پیگیری بکنن کارو، یه عده اومدن، یه عده واقعا فقط اومدن کنسرت. حالا ما یه کسی که داره اونجا اجرا میکنه باید بتونه پرفورمنسش یه طوری باشه که جمعیت رو بکشونه سمت موزیک. بعد اونم رقص. آخه من اگه رقص بلد بودم که اونم رقص هک شاید واقعا میگم ما از این داستان تو ایران فرار کردیم اومدیم اینجا هم گیر به اون گیر میدن. نه اون اصلا رقص نیست. اون رقص نیست در واقع دوست عزیز. اینا حرکاته. این توی راک مثلا هد میزنی، توی هیپ هاپ هم همینجور. توی هیپ هاپ طبیعی ما دست و پامون استفاده میکنیم، ولی واقعیتش که اصلا ما رقص بلد نیستیم. ما رقص هیپ هاپ خودش اصلا یا رقص رپ کنسرت ما مثل بقیه نیست که مثلا ما بخونیم بقیه بشینن. بله طبیعیه. استادن طبیعیه. در نتیجه در ارتباط رقص هم پیشنهاد میکنم پیگیری بکنید که اصلا رقص چیه. و بعد دو تا سوال خیلی متناقض اینجا من دارم میبینم. یکی سوال کرده چرا تو خیلی از آهنگان مثل آهنگ وقتی که با آوردن اسم کار خراب میکنه. یعنی مثلا اول خیلی ذهنی و فلسفی شروع شده، بعد با آوردن اسم خراب میکنه. اینا الزامات شعریه. یعنی وقتی که میاد هیچ چیزی نیست که خراب بشه یا بهتر بشه. اتفاقی که در شعر افتاده گفتی نشه سانسور کردید خودتون.
دوست دیگه ای پرسیدن که چرا هیچ وقت اسم کسایی که باشون مخالفی نمیاری و کلیگویی میکنی؟ این مونده. دیگه اینم که پیش قاضی بحث بعدی بتسازی. گفتن که چرا اجازه میدی دیگران ازت بت بسازن؟ ما چه اجازه ایم؟ من که نمیتونم جلوی ذهن دیگران رو بگیرم. اشخاص اگه منو بشناسن ما همین چیزی هستیم که الان در کنارتون هستیم دارید میبینید، همینجوری. و نه سوپر استار هستیم، نه بارا من گفتم، نه خواننده ام، نه ما همین چیزی که هستیم. یه کسی هستیم این شما. خب یک دغدغه‌ای داریم که این دغدغه‌ها رو داریم منتشر میکنیم. یه زمانی 5 نفر ما رو میشناخت، الان مثلا 15 نفر میشناسیم. تفاوتی توی کار نداره و ما قرار نیست بوتی از خودمون بسازیم و مطمئن باشید که هر بوتی که ساخته بشه سرنوشتش شکسته شدنه و شکسته خواهد شد. درباره آهنگ مهدی رو من توی یک بار با BBC من صحبتی داشتم و توضیح داده بودم. آهنگ مهدی من نیستم اونجا، در واقع باید به صورت خیلی تئاتری و سینمایی ببینید. این آهنگ داره از زبان یک کارگر پدر شهید، یعنی پدر شهیدی که کارگره، داره گفته میشه. مربوط به چه زمانیه؟ مربوط به زمانی که اون بحث یارانه ها شده بود، هدفمند شدنش و اینا. در نتیجه تمام این حرفا از زبان کسی باید بیرون می اومد که اولا معتقده، دوما نسبت به اون نظام، نسبت به اون سیستم فداکاری کرده، بچه خودشو داده و در این حال محرومه و اتفاقا داره بهش فشار میاد. بس در واقع سر همینی که سیستمی که در داخل ایران هست حتی به کسانی که قربانی همون نظام هستن و فداکاری کردن، ایثار کردن، جان و مال خودشون رو دادن، هم اعتماد نداره، اعتقادی نداره و حق اونها رو هم ضایع میکنه. سوال بعدی در رابطه با آقای جناب زردی. یه دوستی پرسیدن که چرا تولد آقای زردی رو تو پیجتون تبریک نمیگی؟ چرا تبریک نمیگی؟ خب خدمت این دوست عزیز ما عرض بکنیم که ایشون خودشون بهتر میدونه که ما براشون یک خانواده جمع بودیم و برای ایشون یک جشن تولدی گرفتیم با هدایای خیلی نفیس و مسابقات خیلی باشکوه. بله. حالا و بعدش هم خب واقعیت اینه که بنده هیچ وقت از تولد و به دنیا آمدن کسی خوشحال نبودم و نمیشم. این واقعیته و چیزی نیست که به ایشون چی بگم. تبریک میگم که به این جهان پا گذاشته. نه، ما همین چند دقیقه پیش داشتیم صحبت می‌کردیم که جلوی تولید بشر به نظر من باید گرفته بشه، کافی. یعنی حالا که ایشون دیگه اومده و همین که الان هستن و فعلا زنده ان برای ما جای خوشحالی. چرا شعرها داره پیچیده‌تر و پراکنده‌تر میشه؟ درسته، شعرها پیچیده‌تر خواهد شد و پراکنده‌تر. یک مبحثی توی پست مدرنیسم هست در رابطه با اسکیزوفرنیک بودن جهان که این پراکنده بودن و در نهایت جمع شدن، یک وحدت در کسرت در وحدتی هست در این جهان که اینو شما تو کار میبینید. من اینجور نیستم، شما کارهای گذشته ما رو هم دقت داشته باشید، خیلی موقع اینجوری، یعنی خط روایی داستانی هست، اما من مثلا اگه قرار باشه یک اتاق رو توصیف بکنم نمیام در مورد این اتاق به این صورتی که هست صحبت بکنم، تک تک اجزا رو توضیح میدم که بعد در مجموع در نهایت شما باید حالا یا حدس بزنید یا تصور بکنید که من در مورد یه اتاق دارم صحبت میکنم. این توی کارهای ما در آینده بیشتر هم خواهد شد و طبیعیه که پیچیده‌تر و پراکنده‌تر خواهد بود. کنسرت در نزدیکی ایران به زودی اسم بردن، به زودی که خب ما یه چیزو با صراحت هم بگیم، با صراحت دبی به هیچ عنوان بنده برنامه نخواهم گذاشت در این شهر و سفرم نخواهم کرد. بنده در جایی که همه میدونیم چه اتفاقی داره میفته، وضعیت دختران ایرانی و در رابطه با خلیج فارس، بنده در چنین سرزمینی نه برنامه اجرا میکنم و نه حتی سفر خواهم کرد. این در رابطه. اما در رابطه با ارمنستان، کردستان، تو عراق یا ترکیه، مثلا تو استانبول، اینها اگه برنامه‌ریزی داریم میکنیم، امیدوار هستیم که برنامه اوکی بشه، در خدمتتون هستیم. چه خطی داشت؟
آخرین مبحث، من دیگه خاتمه بدم ان شاء الله تعالی. یک دوستی یک نصیحتی کرده بودن و اینها که خواهش میکنیم دست اینا آتون نده و فلان و اینجور داستان ها. ببینید در مورد ما هر چیزی که فکرشو بکنید گفتن اینها مواد مخدر مصرف میکنن. من یکی از معدود چیزهایی که نسبت بهش تابو دارم اتفاقا مواد مخدره، اما در بحث اعتیادش. خود من حالا خیلی موقع به دوستان میگم مثلا خنده‌شون میگیره، نمیدونم به قیافه ما نمیخوره یا نه، که اصلا تا حالا مصرف نکردم. میبینن داریم میخندی ولی واقعا اینجوریه. من بالاترین خلافم مشروبه و یعنی نه اینکه خیلی پاکم و مصرف نکردم، نه به این دلیل مصرف نکردم که میترسیدم، چون یک تجربه‌ای توی خانواده ما بود و این برای ما تبدیل به یک تابو شده بود و بعد من همینجوری حالم بده. یه واقعیته. من تصور نمیتونم بکنم اگه مصرف بکنم چه شکلی میشم. به غیر از این گفتی اگه خیلی خوشم بیاد ادامه میدم. این مطلب بعدیه. من عموما آدمی هستم که از چیزی که خوشم بیاد ادامه میدم و چون میترسم که ادامه بدم هیچ وقت مصرف نمیکنم. در رابطه با مواد مخدر حرف زدن ما یه شیعه خوندیم در رابطه با همجنسگراها و از این جهت هم حرف در آوردن که آقا این همجنس. خب اگه من همجنسگرا باشم خب میگم ترسم دیگه. خب الانم که میبینید که نفر همجنسگرا نیست میاد میگه من همجنسگرام به خاطر حل دلیلی داریم نمونه شد. خب اگه همجنسگرا باشم که الان معذوریتی ندارم میگم دیگه. حالا خانم ما هم هست. تا جایی که زمان اجازه میداد به سوالاتتون جواب دادیم. امیدوارم که دقت داشته باشید و راضی بوده باشید. بار دیگه تاکید میکنم آلبوم کوایت بوم غرش خاموش در سبک راک پاپ از مجید کاظمی عزیز در برگ میوزیک، آیتیونز، سی دی بی بی و آمازون میتونید تهیه بکنید. چند وقت دیگه ویدیو موزیک نوید زردی منتشر میشه. برای دوستان کرد یک به هر حال سورپرایزی هم تو این ویدیو هست. یکی از موزیسین‌های نامی و بزرگ کردستان در این ویدیو با نوید همکاری میکنه و آلبوم امی وحید هم که توضیح دادم. کارهای خودمونم که عرض کردم خدمتتون. دیگه میریم تو کار هیچ تا ببینیم چه اتفاقی میفته. هر جا هستید شاد و سلامت و پیروز باشید.